الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروزه را اعلام کنیم و آغاز کنیم، اولا از همه شما میخواهم که دست به سوی درگاه پروردگار برداریم و از خدای مهربان ما و شما دعا طلب کنیم تا که خداوند آن مرادهایی که در دل دارین، آن مطلبهایی که در دل دارین، خدای ما و شما اونها را برآورده گرداند. اللهم صل و سلم و بارک علیه. خدای مهربان از جمعه تا جمعه که مغفرت گناه بنده هست، از این بندگان تو یک جمعه سپری شد و خدایا انسان بی سهو و بی گناه و بی غلط نمی شود. آن سهو، آن غلط، آن خطاهایی که در دوام این یک هفته از ما بندگانت سر زد، خدایا با فضل خود به حرمت این روز جمعه جمیع گناههای ما را مغفرت بگردانی و خدایا تا جمعه دیگر باز عبادتهای ما را رنگین بگردانی، عبادتهای ما را با ذوق و با شوق بگردانی، مهر ما را، محبت ما را خدایا نسبت ذات خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلام و مسلمین خدایا باز هم زیادتر بگردانی و خدایا امت اسلام را از فقر خلاص بگردانی و خدایا آرامی را در تمام دولت‌های اسلامی برقرار و بردوام نگه بداری و این جمعیتی که در این خانه تو حضور دارند خدایا بیماری ها داشته باشند، شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. گذشتگی ها دارند، گذشتگی هاشون خدایا رحمت و مغفرت بگردانی. غایب ها دارند، خدایا غایب هاشون حاضر بگردانی. قرضدارهایی که در بین جمعیت ما هستند خدایا قرض هاشون کنده بگردانی و خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را و دولت های پیش قدم ترین مبدل بگردانی با رهبریت و آن سردارهایی که در این حکومت ما و شما هستند خدایا مهر و محبتشون نسبت اسلام، نسبت مسلمان ها، نسبت مسجد ها زیاده بگردانی. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. در جمعه ما و شما چندین میهمان ها هم حضور دارند که با اونها ما صحبت داشتیم، چه از دوشنبه هستند چه از حصار هستند و برای زیارت ما و شما آمدند، برای دیدن این جمعیت ما و شما آمدند و الحال در بین جمعیت ما و شما نشستند و طلب کردند که در حق ایشان هم دعا کنیم که اونها هم خاص از برای فقط زیارت و برای ادا کردن نماز جمعه آمدند. و اینجا یک شخص دیگرم از دنقره از ما خواهش کردند که قابل جان در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان این مهمان ها و این برادر قابل جان از جمیع بلا و آفت ها در حفظ امانش خدا نگه بدارد و در هر قدم این مهمان ها خدایا حسنات کتابت بفرماید و هر مراد و مطلوب هایی که در دل این مهمان ها و این برادر ما قابل جان است خدایا با فضل و کرم خود
برآورده گرداند. آمین یا رب العالمین. بابای فیض‌الله هم خدا رحمت و مغفرت کند، از همین محله ما بود که فرزندشان اسمت و نبیرشان رمزیا جان که در همین معرکه نشسته‌اند و مخلصی همین مسجد ما و شما هستند، گفتند در حق رمزیا جان، در حق باباشان و اسمت باشد، در حق پدرشان، گفتند دعا کنید خدای بابای فیض‌الله را روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پرنور بگردانی و فرزندها و نبیرهاش خداوند اهل توفیق و اهل هدایت بگردانی. آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما و شما درباره حقوق شوهرها بالای زنها صحبت داشتیم. الحمدلله که 3 جمعه پیوسته در این موضوع صحبت کردیم و البته باوری دارم که انشاءالله این صحبت ها بی تأثیر نمی مانند. اگر در 10 هم که تأثیر نکرد، شاید در 1 نفر هم که تأثیر کند، انشاءالله این هم برای ما و شما بهبودی هست، پیشرفت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید فاذا قمت على باب الجنه، وقتی که شب معراج نزد دروازه جنت ایستاده شدم، فاذا عامت من دخلها المساکن، نزد در جنت وقتی ایستاده بودم و نگاه میکردم، توده توده مردم وارد جنت میشد. وقتی که پرسیدم اینها کیا هستند، گفتند مردم مساکین و فقیرها هستند. اهل جنت اکثریتش را گفت پیغمبر دیدم فقط مسکینها و فقیرها بودند. فاذا قمت على باب النار فاذا عامت من دخلها النساء، یکی نزد دروازه دوزخ هم نگاه کردم که توده توده مردم در دوزخ پرتافته میشد، همش از جمله زنها بود. اکثریت اهل دوزخ را پیغمبر خدا گفتند نظارت کردم، از زنها عبارت بود. البته زنهایی که در دنیا احترام شوهر نکردند، زنهایی که در دنیا به تربیه فرزند اهمیت ندادند، در دنیا به طرف شوهرها زبان درازی کردند، شوهرها را به احترامی کردند، حیات خوب مرد را به تلخی مبدل گردانیدند. اینها کسانی بودند که عاقبتشان وارد شدن بر دوزخ است. البته تمام خواهران عزیز و مادرها میدانند که این دنیا اونقدر دنیای دراز نیست. دنیایی هست که زود است که البته بالای چی زن باشد چی مرد باشد هجوم میکند و اون امانت میگیرد. و در پیش ما و شما حیات دیگر داریم، حیاتی که وی فنا شونده نیست. باید که برای اون حیات، اون دنیا باید که ما و شما کوشش و حرکت داشته باشیم. حضرت عثمان میگوید که شنیدم از پیغمبر خدا که میگفتند ما من امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا، اگر کدام زنی که در دنیا به سوی شوهر میگوید ای شوهر من از تو چیزی ندیدم، بسیار است امروز این کلمات از اکثر زبان زنها صادر می شود. اگر یک روز یا یک ماه اگر زنها از نعمتهایی که در خاندان داشتند شاید سببهای پیدا شد و همان نانی با سیری را ندیدند، یا شاید که اون لطف و مهربانی هایی که شوهر داشت
در دوام یک روز یا یک هفته اون لطف و مهربانی ها را دیگر مشاهده نکردند. در حال به سوی شوهر میگوید من از تو چیزی ندیدم. وقتی میگوید این سخن از زبان زن صدا داد، احبط الله عملها 70 سنه ولو كانت تصوم و تقوم اللیل. پیغمبر خدا گفتند این زن در جواب این سخنی که به سوی شوهر گفتند 70 ساله عبادت چون برباد دادن، اگر چندی که روز روزدار بود، شب به نماز بود. در یک کلمه که میگوید ما رأیت منک خیرا، من از تو چیزی ندیدم. باید خیلی با احتیاط باشم. چگونه که یک غلام در نزد مولای خود چقدر احترام دارد، یعنی چقدر با احترام صحبت میکند، از روی ترس باید که زن هم با شوهر خود این چنین صحبت داشته باشد. این زمان انشاءالله اون ثواب هایی که در این جمعه های گذشته گذاشتیم بعد زن نائل می شود. و الا اگر سرکشی کند و این گونه کلمات ها را اگر تلفظ کند، وای به حالش، چی در دنیا و چی در قیامت البته اینها شرمنده هستند و در عذاب خداوند گرفتار می شود. امروز باشد چگونه که به شما خبر دادیم که خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند. میخواهم که جواب این سوال ها را به شما خبر دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داملای شیرین بیان. در سنت خواندن پراکنده شدن درست است یا نه از صفها؟ زیرا مولای ما میگوید درست نیست. یعنی وقتی ما و شما فرض میخوانیم، کدام فرض نماز نباشد، چی فرض جمعه باشد، چی فرض پیشین باشد، چی فرض عصر باشد، ثواب و سنت همین است که در حال جایهای خود عوض کنیم. این ثواب است و سنت است. فقط جمع شدنی، یعنی راست بودنی صف، پر بودنی صف فقط برای نماز فرض است و خلاص. برای سنت اگر شما صف کشین و در صف راست کنین برای سنت، نماز همه کراهیت دارد، مکروه است. در نماز سنت هیچگاه باید صف راست نباشد و صف نباشد، باید همه پراکنده باشد. سنت انا همین است. اون ملا صد نامعقول کرده است. ملا از هوا گفت است. ملا اگر پسترین کتاب همین شرح گوری را مختصر تماشا کند، در همون در باب سنت ها میگوید که حتی که سنت در مسجد خواندن خودش مکروه است. سنت باید در خانه خوانده شود. و در مسجد که آمدیم باید که جایهاتان، مثال چی قدر میگوید صاحب کتاب که اگر جایها را عوض کنیم و جایهای سجده چی قدر زیاد باشد، همون قدر برای خود شاهد در روز قیامت تیار میکنه. یعنی هر پارچه زمینی که شما عبادت میکنین، اینها برای شما شاهدی در روز قیامت میدهند. چند قدر شاهد زیاد شد، همون قدر کار شما آسان میشود. این از طریقه سنت خواندن. فرضها را که خواندیم پراکنده شوین در مسجدها هر طرف، حتی در خانه هم که خوانین سنت است، اگر به شرط خانه های شما نزدیکتر باشد. دوم سوال، این شعر بیدل را التماس تحلیل کنید. آفت ایجاد است ساز زندگی هوشیار باش، از طراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. اصلا همین تحلیل شعرها دا ما را البته بگیم علم ما نمیرسد، لیکن این برادر از ما خواهش کردن همین بیدل تحلیل کنیم. بیدل خود میگوید که شعرهای من همش کوتاه و بلندی ها دارد. این شعر مرا، نظم مرا با خود کوتاهی ها و بلندی ها دارد. یعنی شما قوت تحلیل او را ندارید.
لیکن به هر حال من میگویم که معنای این شعر این است که آفت ایجاد است ساز زندگی هوشیار باش. حضرت میگوید آفت ایجاد معنایی که یعنی زندگی انسان از آفتهای زیاد عبارت است. ای انسان هوشیار باش. یعنی در حیاتت ای انسان تو بی‌نهایت آفتهای زیاد میبینی. آفت ایجاد است ساز زندگی هوشیار باش. هوشیار باش که زندگی شما آفت ایجاد است، یعنی آفت ایجاد میکند. یعنی روز به روز آفتها و روز به روز مشکلات و مشقت شما زیاد میشود در زندگی. از تراوت خانه دارد در ره سیلاب گل. تراوت گفته اصلا معنای تر و تازگی را دارد. تراوت تر و تازگی. میگوید که گل برای آنه که همین تر و تازه بماند خانه دارد در ره سیلاب گل. همین ره سیلاب را، ره سیلاب یعنی ره سیلابه آب، همین گل برای آنه که تازه بماند، دائم شکفته بماند، برای همین تازگی و حیات بردوامش همین ره سیلاب برای خودش اختیار کرده است. انا انسان هم میگه زندگیش مثل گل است، بلای آنه که مثال همین آدم زنده ماند، حیاتش بردوام ماند، باید که همین مشقت هایی که در بالاش میاد همین ها را باید که چکار کند؟ تحمل کند و روپرو شود. چگونه که گل از سیلاب یعنی از آمدن سیل عذاب دارد، مشقت دارد. این از همین معناش باور میکنم دیگر از این ممکن که دیگر تحلیلی نداشته باشه. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، اگر در نکاح دست بالای دست باشد چی زیان دارد؟ یعنی نکاح وقتی که نکاح صورت میگیره در خانه کدام از مسلمان های ما و شما، بعدن همونجا مردم تکلیف میکنند که دست ها را راست مانید، یعنی بالای زانو هاتون در راست مانید، نه جنبین نه خندین. دیگر اینا دروغ هستند. دست ها چی در بالای پا باشد چی در زمین باشد اینا یگان اهمیت ندارند در نکاح. برادرای عزیز ندارن، اینها هیچ معنی ندارن. دست در بالای دست نباشد برای چی؟ برای که نکاح قلف میشید است، برای که مثال همین بچه نکاحش مثال عاقبت زندگیش ویران است وقتی اگر دستی ما در بالای دستم باشد. اینا دروغ هستند. برادرای عزیز حتی در نکاح میگن که قلنفر نیارین که زندگی آدم تیز میشود، زندگیش ناخوب میشود، زندگیش دیگر. باور کنید اینا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کردگیند. باور کنید کدام بگیم یگان کثافت و بدبخت جایگیر کردگی است. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلنفر میترسیم که اون که نعمت خداست. ایرا باید که انسان خورد آخه، چی در نکاح چی در توی چی در کدام معرکه نباشد. اینا دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اگر شما با اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنین شما گناهکار میشوید. اینا دروغ هستند، باور نکنین. همان برادرایی که مثال نکاح میبندن و میگویند که دستات باید روی دست باشد و دیگر باشد، اونا از همه مهمترین همین که همون شو عروس پرسن نماز میخوانی یا نه. نکاحی که مثال عاقبتش اگر بخواهد که نیک باشد، زندگی که اگر خواهد که عاقبتش خوش باشد، از همون جوان دختر و جوان پسر بپرسن که تو نماز میخوانی یا نمیخوانی. این ضلول است. اون دادن قلنفر و دست در بالای دست گذاشتن و دیگر این سوزن زدن، اینها همه دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اینا فقط از همون فتواهای زنکای زن، همون مردهای زن کلانی که همون زنهاشون همین وظیفه را در گردنشون میگذارن، انا از همونا پیدا شده است.
اینا را شما اهمیت ندین. نگذارین همون زنهایی که در پیش شما آمده پشتی همون کستون و مثال همون بگیم لباس شما را سوزن میزنن، اینا معنی ندارن، شما را گناهگار میکنن. در کدام کتاب است همین؟ از اینها را دیده باید که همون دختره، همون جوان مثال جوان پیسر تربیه اسلامی دادن در کار، اخلاقی خوب داشته باشه. اینا ضرورتر هستند در نکاح، نه اینکه دست بالای دست ماندن و دیگر مثال جاهلیتی که در همون شب نکاح انجام می‌یابد. اینا هیچ معنی ندارن، دروغ هستن، اینا رو باور نکنید. السلام علیکم. که حاجی میرزا 5 سوال کردن. همین یک سوال 2 سوال کنین، بعد به نهایت بعضی برادرها تمام زندگیش 3 ورق 4 ورق می نویسند. ننویسین، همون مختصرا همون سوال بگو چیزی هست قوت مرسی جواب میگیم، نشد میگیم پیش دیگر کس را. آیا بشیر نان مزارها قسم خوردن چه خیلی است؟ شرک است. کسی که اگر به نان قسم میخورد، به شیر قسم میخورد، به مزارها قسم میخورد، اینها در گناهگار میشود، بی نهایت گناهگار میشود. باور که از ترک نماز در حتی که گناهش بزمین‌تر است. کسی که به نان قسم میخورد یا به شیر قسم میخورد یا به مزار قسم میخورد، رسول اکرم گفتند کسی که اگر به غیر خدا قسم میخورد وای شرک در خدا آورده است، وای مشرک است. اینا در باور اینا قسم نیستند. قسم فقط والله بالله تالله، انا همین 3 قسم است. اینا در قسم خوردن شما گناهگار میشین. دوم، از جایش میخیزد یا پیر میگوید، آیا این چه خیل است؟ اینم نادرست است. پیری وای چی قدرت دارد؟ انسان باید که فقط با نام الله نشیند، با نام الله از جای خود خیزد. فقط وقتی از جاتان میخیزین پیر دارین، خدا پیرتان رحمت و مغفرت کند. پیری تو اون قدرتی را ندارد که تو را از جای خود خیزاند و در جای تو نشیند. این قدرت پیری تو ندارد. فقط باید که ما و شما الله گفته از جامان میخیزیم، الله گفته در جامان می نشینیم. همه با قدرت الله است. سوم، آیا با زن خود در حمام خانه یک جایه غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد با همراهی همون شوهرش حمام می رود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ است کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است یا نه؟ تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست، آخی وظیفهش هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغ گرفت یا همون لیزور را میگیرد مثال سری مرد می تراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باکی نداره، بلکه ثواب میگیرد. یکم سوال. السلام علیکم. آیا ابورت جایز است؟ ابورت جایز است.
ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگی خچ تازه کند حقوق دارد، اسلام هم رخصت میدهد که رفته تازه کند. لیکن 4 ماهگی شد الکی جان در بدن این کودک در آورده می شود از روی آیت ها و احادیث های پیغمبر. این صورت در وقتی که وای ابورت میکند الکی همچه قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچه آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال خواهد همون زن یگان سبب های داشته باشد می تواند که ابورت کند، اینجا گناهکار نمی شود. دوم، یک داملا مهمانی آمده بود، گفت که با میکروفون گپ زدن حرام است. همون مهمانی خچه کند. ما به مهمان هم خودمان میدونیم شکر خدا که با میکروفون درست است یا نادرست است. فتوای مهمان ما در کار هم نیست. شکر خدا هم کتاب جمع کردیم داریم که دیگر نه با مهمان در کار مانه، نه مولوی و نه اولیاء. شکر خدا همش حل است. الحال یگان کمبودی الحمدلله در بین داملاهای ما و شما نیست، همه مسئله جوابش مییابد. برای همین هر مهمان که آمد همون مهمانیش کند، دیگر میکروفون حرامه دیگرش حرام است، این حرام حلالش هم خودشون حل میکنه. اگر میکروفون حرام باشد همون خانه همون ملا رفته بینه که همین گازی که میسوزیم که همین گاز هم حرام است. خب برای دوره پیغمبر در گاز نبود. این چراغایی که خانه در شب در میتیم اینا حرام هستن. خب دوره پیغمبر در چراغ نبود. این جلک ها دوره پیغمبر در نبود، پوشیدنش حرام است. خب اون ماشین هایی که میشینن راحت کده رفته آمده استن اینا هم حرام هستند. برای انمو ملایی که انمی را میگد حرام است، برای ما حلال است. چی جای حرامی دارد وقتی که صدای مرا اطرافی ها همه میشنوند؟ چی جای حرامی دارد؟ اینا همون ملاهای هستن که بیچاره تا حال چشم شورانه کشادن. آن چیزی که در همون پیش دیدن کتاب قدیمینه همون را قپیده ایستادگیان، دیگر این پیشرفتی دنیا و زمانه به اینا هیچ دخالت نداره. همون ملا کار شکند برود، دیگر مهمانی شکند. سلام علیکم داملای عزیز. زنی اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر؟ زنی اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی علاقه زنی او برای تو بیگانه میشود. اسلام رخصت میدهد که چی زنی اکه باشد چی زنی دادر باشد در نکاح خود دراری. اینم به خاطر همون فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد رخصت است که همون زن از اوی که در بدر می شود و دستی به زنا می زند و مثال شأن شرف همون اولاد می ریزاند. اگر همون برادر یا اکهی که وای در نکاح می دارد این جایز است. این سخن خدا و پیغمبر است، درست است، یگان باکی ندارد. می نویسن که دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا خیلی تعریفات کردن، تعریفات چه نمیخوانیم. من از شما یک خواهش احترام دارم که من در قشلاق کارز بالا ملا سلطانی میگویند در آنجا استقامت میکنم. من آدم‌های را میبینم که کارهای ناشایسته را میکنند و گپ‌های هرخیله میگویند. من باشم به آنها گفتم و میگویم که شما یک بار عقلا امر معروف را گوش کنید یا اینکه شنوید، بعد میفهمید که در دنیا چی گپ و خبر است. وایها باشند مرا سرزنش میکنند و ملاها را تحقیر کرده دشنام میدهند و میگویند که دنیا از دست ملاها جزیر شده است. از شما حاجی محترم خواهشی ضرور دارم که در حق این بدبخت ها چی گفتنی دارید؟ مرحمت با طور آشکارا پاسخ دهید. البته مثال سخن اینها هم از یک جهت حقیقت دارد. چه حقیقت دارد؟ در اصل همین مردمی که اعتقادشون از ملاها پریده است دیدن که بسیاری ملاها اصل نامشون ملا بوده است. اصل نامشون ملا بوده است، در اصل ملا نبودند. ملا باید که دائم خدمت بر اسلام کند و دائم دلسوز اسلام باشد
وقتی میبینن همین گپ‌هایی که ملا را با گفتش بکن با کردش نکن، اینا هم از دست همون بعضی ملاهایی که گفتن و نکردن ان همین مقاله ها پیدا شد. باید ملا هستی اصل ملا شو، حقیقت گفتن بگیر، اگر چنده که ملامت زیاده میشنوی، هزار اگر خط پرده پوش کنی، هزار اگر با چین دل همو کلان ها هم که کار کنی، همو روزی که اگر یا تبدلات شد اولین آدم نابود میکن تو هستی. دیگر آفتاب با دامن پشانده نمیشد که کن من ملا نیستم گفته و حالت دخته پنهان کنی، اولین نفری میکشن تو هستی. برای همین چیکار کردن در کار؟ همین ملا میشه ملای اساسی شد. ملا نمیشه این مثال با سله و با کله و با جیلک و با منافقی مثال راه یافتن در بین مردم بسیار بسیار گناه کلان است. امروز تمام ملاها را از پشت مثال یک ملا یا دو ملا تحقیر میکنن. به خاطر چی است؟ به خاطر که همون ملا در اصل مثال ملا نیست، همون نام ملاگی دارد، شاید مسجد نمی رود، شاید که خیر خدایی شود بعد مثال مسجد ها رود، نه همون ملا مثال معرکه های می شود که اسلام او را رخصت نمی دهد. مردم اینا که می بینن اعتقادشون از ملا می پره، لیکن اصل شما هیچ گام اعتقاد شما از پیشواها و ملاهای شما دور نشود. ملاها در بین شما برادرای عزیز مثل همین چراغی که روشنی میدهد مثل همین است. و ملا البته به البته در نزد خدا هم قدر دارد، باید در نزد شما هم احترام داشته باشد. کسی که مثال دشنام میدهد اگر از جهت نافهمی باشد و یک سبکی دارد، لیکن کسی که اگر دیده و دانسته ملا را بد میبیند و مثال دشنام میدهد، این حالت اوی گناهگار میشود. من چیز دیگر نمیگم برای این. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و وطن صحت و دل بیغم خواهان هستم. من خیلی فخر میکنم که در شهر کولاب باستانی زندگی میکنیم و این خیل حاجی را صاحب هستیم. من از شما یک خواهش دارم که به سوال من پاسخ گردانید. در کتاب قرآن گفته شده است که بعد نماز بامداد، یعنی بعد از فرض نماز بامداد، یگان نماز نیست. اگر بعد نماز بامداد نماز نفل یا یگان نماز دیگر خوانی، این درست است یا نه؟ خواهش دارم این سوال را پاسخ گردانید. با احترام، من یک مخلص امر معروف شما هستم. یعنی من اول همون آیت هم می نویساندین که در کدام جای قرآن گفته است که بعد نماز بامداد دیگر هیچ نماز نیست. خوبش این میشد، لیکن بعد نماز فرض بامداد خواندن نمازهای نافله جایز نیست. یعنی نمازهای سنت، نمازهای نافله را خواندنش در مذهب ابو حنیفه جایز نیست خواندن تا آفتاب برآمدن. آفتاب که برآمد بعد نمازهای نافله را، یعنی نمازهای زیادتی را خواندنش از روی مذهب ابو حنیفه چی می شود؟ جایز می شود. یعنی بعد نماز فرض تا برآمدن آفتاب، اگر مثال شما اگر نماز قضایی خوانین با که ندارد، نمازهای قضایی را خواندنش درست است با که ندارد، یا نماز جنازه باشد با که ندارد، یا سجده تلاوت برای 14 جای قرآن که سجده تلاوت دارد اگر ادا کنه با که ندارد. فقط نماز نافله را، یعنی نمازهای زیادتی که در مثال شکر وضو میخوانین، تحیه مسجد میخوانین و دیگر مثال در حق پدر و مادر، اینها را بعد فرض دیگر اجازت نمیتن. یعنی همین بعد صبح که دمید فقط سنت و فرض هم بامداد خوانده میشود، خلاص. نمازهای نافله فقط تا دم صبح است. صبح که دمید اینها را دیگر خواندنشان از روی مذهب ابو حنیفه جایز نمیشود. السلام علیکم داملای عزیز. من شنیدم که نماز قضا شود فرض میخوانی، سنت نمیخوانی، درست است؟ البته نماز که قضا شد فقط همو فرضاش میخوانین و دیگر سنت نمیخوانین. یعنی فرضها قطعی نماز ویتر خوانده میشود و خلاص، دیگرهاش خوانده نمیشود. السلام علیکم بابای داملا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درستتر جواب دهید. اگر پدر پسر را بگوید که به بازار رو، پسر بگوید که وقتی نماز شده است من به نماز می روم، آیا این ناگپگیری می شود؟ البته مثال پدر و مادر پیش از آنه که مثال فرزند پای کار میگیرن، اگر فرزند گوید که مثال پدر وقتی نماز شد
من باید که رفته اول نماز خوانم بعد از پای مثال سخن شما شوم. پدر گوید میلش بچه‌ام همراه بچه خود باید که به مسجد آمدن نماز خواند، این افضلتر و بهتر است. لیکن اگر ضرور باشد پدر بیمار است یا دیگر مثال وقتی فرزند نماز خواند بعداً مثال شاید که یگان فلاکت و یگان بیماری پدر زیاد شود یا یگان تشویش باشد، این صورت فرزند سخن پدر مثال قبول میکند، به مسجد نمیاد، رفته از پای مثال همان بازاری پدرش میشود. لیکن اگر هیچ مثال کار نباشد، هیچ مثال تشویش نباشد، بیماری نباشد، باز بازم این پدر گوید که بگذار همون مسجد از پای مثال سخن من شو، اینجا از پای سخن پدر میشود لیکن گناهکار پدر است. دوم الله اکبر چند معنا دارد؟ همون الله اکبر از همه معنای مثال ساده و عیانش همین است که خدا بزرگ است. الله اکبر این بزرگی را میدهد، خدا بزرگ است. از همه ساده و عادیش همین است. السلام علیکم داملای عزیز، بجای برابرم از نام یک مخلص شما. داملای عزیز و بجام برابرم از نام یک مخلص شما. یکم بعد سنت پیشین تا انتظار جماعت فرض نفل گزاریدن ممکن است یا نه؟ اگر گذاشت چی می شود؟ یعنی بهترش که نگذارد. مثال سنت پیشین که خواندین، سنت همین است که تا فرض پیشین با ذکر مشغول شویم، مثل سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، با این مشغول شوین. این بهتر است، اینش نزدیکتر است با سنت. لیکن اگر دل شما قرار نگرفت و بعد یا اگر یگان مثال نمازهای قضایی را اگر خوانین، یعنی این گناه نآمده است در مسئله، لیکن اگر خواندینم نخواندنش بهتر، همون نخواندن بهتر است. همون ذکرها تو نکنین تا نماز فرض، بعد مثال فرض خواندن و سنت پیشین خواندن، انا مرحمت تا عصر دیگر فرض داری نفل داری، اینش بهتر است. درباره تسبیحات گفتید، اما در تسبیحات نام اولا و نام محمد ذکر شده است. از این خاطر در روی مالیدن ممکن است یا نه؟ البته وقتی که اگر تسبیحایی که داریم، مثال بعضی آدم تسبیح میگیرند تسبیح میگرداند و بعد همون تسبیح ها را در روش میمالد، این گناهش اینش سنت نیست، این بدعت است. این مالیدن در رو معنی ندارد. چی در کار؟ مثال تسبیح را میگیری و در چهرت میشکی میمالی، یا اینکه مثال اون ختم خوجه میکنن، سنگ بسیار را میگیرن تسبیح میگردانن و بعد همون سنگا را میگیرن بوسه میکنن. این حرام است، سنگ بوسه کردن حرام است. حضرت عمر میگه وقتی که طواف خانه کعبه میکردن، همون سنگ حجرالاسود که حاجی‌ها وقتی زیارت میروند و سر خدا مثال میدرارن، همون سنگ سیاه را بوسه میکنن. حضرت عمر میگه سنگ بوسه کردن و گفتن ای سنگ، گفتن به خدا قسم من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من به تو احتیاجم ندارم و تو را بوسه هم نمیکنم. یعنی هیچگاه یکی قبر بوسه کردن، یکی سنگ بوسه کردن، اینا حرام هستند. اینا را نه در دیده هاتون بمالین نه بوسه شان کنید. تسبیح گردانی تمام کشالش کنی یا در همون پیشت بگذارش. سیوم مرد زن میگیرد و زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید. چی معنی دارد؟ آیا روا است؟ نه، دروغ است. اینا بیچاره چند کس ما را گفت. یا خیالش 1 سال حالا که عده پایستن از برای زن است. اینا حقوق شوهر بلندیش نشان میدهد که وقتی که اگر شوهر از دنیا گذشت، زن باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری میکشد، بعد 4 ماه و 10 روز و شوهر میکند. لیکن برای مرد عده نیست. یعنی زنش که مرد حقوق دارد کدام روزی را که برای خودش انتخاب، اگر فرداش هم که زن بگیرد وای گناهگار نمیشود. اگر 3 روز پس هم که زن گیرد گناهگار نمیشود. 1 هفته پس هم که زن گیرد، 1 ساعت بعد هم که زن گیرد گناهگار نمیشود. یک آدم بیچاره گفت که 1 سال مرا گفتن در محله من که میستی پنجشنبگی های زن تا تمام میکنی،
بعد یک سطیل است یا که ممکن یگان ماشین آب است، میبری در بالای قبر همون زنک میریزی، دلی او را ای دنیا خنک میکنی، بعد زن میگیری. باور کنی میرو همه آدمی با عقل نخواه میرو باور کنه. اینا باور کنی یک خنداور است نخواه که مثال در بالای قبر دلی او را ای دنیا چی خنک میکنی دیگر. او کایها مردگی است بیچاره. او دیگر در او جسد اگر یک سال پس برای او را خاک شیدگی است، او را گجاش دیگر خنک میکنی. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنی. برای مرد خدا اجازه داده است کی که میخواهد زن گرفتن بگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه به نماز جماعت خانی به کلاب می آمدیم. مرد قرآن خانه به ما چنین گفت که سگ ما و جای دیگر می جکیم. چی می شود بابای داملو؟ مرا با تمسخر کردن شما در حق همین خیل آدم چی می گویید؟ با سلام یک گروه مخلصان شما. یک قرآن خان بیچاره بسیاری قرآن خانی هستند که رسول اکرم میگوید بسیاری قرآن خانی هستند که همون قرآن به اونها لعنت میگوید. اگه قرآن خانی دلیل او را ندارد که ترا از نماز جماعت آمدن من میکنه. برادرها از دوشنبه می آیند، از حصار می آیند، با امید ثواب می آیند که چند قدر راه زیاد طی کنیم و امر معروف گوش کنیم تا که در نامه اعمال ما خداوند ثواب بنویسد. خدا رحمت کند. محمد صاحب ایرانی را میگوید در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. همین آدم جاهل از سخن گفتنش الک شما میفهمید. همین سخنی که وای گفت این علامت جاهلی وای نشان میدهد، علامت بی عقلی و بی علمی همون آدم نشان میدهد که یک آدمی که سعی دارد کوشش دارد که رفته در یک مسجد نماز جماعت خوانم، امر معروف گوش کنم، با این گونه مثال سخنهای قبیح پیش راه او را میگیرد. محمد صاحب ایرانی میگوید مخور صاحب، خدا رحمتش کند، کلیاتش نزد ما هست، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد. امامه زاهد گفته سله را میگن، میگد که از همه سله دارا فریب سله دارا نخور. میگد مخور صاحب فریب فضل، فضل گفته سله کلان میگن، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار میپیچد. همین گنبز ابین میگه یک گنبز کلان نه که درش خالیه، ها بگو ده بار ها 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 میگن. همون کله همون آدمایی که این گونه سخنها را میگن و سله ها در تار سرش هم مثل گنبز همون خالی است، هیچی ندارن اونا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی اول بخشید از شما در رضا بودن پدر و مادر یک چند سخنهای مبارک میگفتی. این سوال اولی من است. دوم، معلمانی که از خوانندگان یا اونیورسیته یا کالج از اگزمین یا زچات پول میگیرند، آیا برای مسلمان این حرام است یا نه؟ التماس اکای حاجی به سوال ما جواب پره میگفتید، دل ما قرار میگرفت. البته درباره پدر و مادر ما کسیته ها داریم. برادر عزیز مراجعت کن، از همون کسیته ها به نهایت بهره زیاد میگیری. دو کسیته خاصه درباره احترام پدر و مادر است. اگر مثال چیزی که خواهی از داخل اونها تو البته یافت میکنی. و سوالی که معلم ها چه از اونیورسیته باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کالج ها باشند، برای زکات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرن، باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستند. به حد خیانتی کلان میکنن. برای دهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چند که رسول اکرم میگوید الراشی و المرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد، هر دو در آتش دوزخ هستند. امروز جزای پاره را دیدیم. با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید، امروز باوری داریم که فرزند من مدینیستوت خوانده است، دکتر شده است. همه او مثال زکات ها و همه او بها با پول است.
او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما اوترا نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگر، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد. هر یک فرزند مثال هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند، وقتی که وای با پول میخواند این معلوم است که عاقبت وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهکار نمی شود، زیرا اگر حاضر ما فرزندا مانده از جهت فرزندا ما پاره ندهیم و دیگر داخل نمیکنند. فرزند ما دیگر در او یونیورسیته یا که در مثال همون مدینیسود خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهکار هستند، دهنده ها گناهکار نیستند. بسیار عملی زیشت است. شهر دوشنبه، بوربت 56 صنوبر. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی میرزا، اینا بر ما دادن. من با همراهی خواهرانم از دوشنبه آمدیم و امروز به دیدار شما رسیدیم. ما در خردسالی امان از پدرمان جدا شدیم. پدرمان را ماشین زد و او مرد. مادرم که الحال جوان است و شوهر برآمد و از آن شکرانه میکنم که او بسیار آدمی خوب است و امروز که من 14 ساله نماز میخوانم. از شما داملای عزیز التماس میکنم که مرا و خواهران مرا و پدر و مادر مرا دعا کنید. خدای مهربان این خواهر اسلامی را همراه همه خواهرها و پدر و مادرش خدایا مغفرت گناه بکنی و مراد و مطلب هاشون خدا حاصل کنی. آمین یا رب العالمین. یک سوال بود بسیار از ما خواهش سخت کرده بودن از دوشنبه. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوال از نام یک خواهر شماست. التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم. اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر. از وفات پدرم 2 سال گذشت. آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پر دید. با احترام خواهر عزیز شما. البته می توانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نمازخوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باکی ندارد، این البته ثواب میگیرین. لیکن به سر منزل پدر و مادر رفتن، اگر چنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، مثال سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخر معاصر حاضره ما و شما اجازت ندادند که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزار ها روند. یعنی این ده اجازت ندادند. گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد در حق پدر و مادر دعا کند، افضل و بهتر همین است که در خاندان 2 رکعت نماز خوان، در حق پدر و مادر ببخش. انشاءالله این بهتر است و این ثوابش زیادتر است. سلام داملای محترم، از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مس بود و در دستش پیاله می، به ناگاه پیاله از دست او می افتد و می شکند. شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند. او باشد این شعر را می خواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می نابی مرا، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد. همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت
و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این 8 مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و یک دو شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم. بنابراین از شما یک بار دیگر التماس شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعه‌ای که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه، اسرائیل. افسوس میخورم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کاسته هایتان شما را نغز میشناسم و احترام میکنم. خدا نگهبانتان باشد. یعنی این واقعی که با عمر خیام گویا شده باشد که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که میخواست که همین می نوشد که همون می با همون ابریقش با همون ظرفی که داشت در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفته پروردگار تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت خداوند در حال میگه چهره عمر خیام سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. یعنی پروردگار کی هست در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی هست همیخیل گفته؟ این وقتی این 4 مصرع را خوان بعد این باز رویش سفید شد گویا. آیا همین واقعه اصل دارد؟ این دروغ است. باور کنید. منم باور ندارم. منم در یگان کتابم ندیدم، لیکن اکنون ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. کسی نباشد، چه اولیاء باشد چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته، این ده هیچ کس قدرت نداره. این گونه معامله هم بر خدا کردن، این باور که این در عقل انسان جا نمیگیرد. من یک حدیث حضرت عمر را نویساندم، میخواهم که برای شما خوانم. حضرت میگوید یک مرد راه میرفت، در راه رفتن بسیار میگه ایتا خاکسار بود، خاکساری کرده گویا گردن پست زمین تماشا کرده میرفت. حضرت عمر گفتند لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفتند سرت بردار، گفتند تو آدم مسلمان هستی، تو خطا یک باتر بگیر، یک آدم با قوت بگیر. گفت دین اسلام را بر ما نمیران، گفت خدا ترا هلاک بگردانه. یعنی چند قدر مثال راست باش گفته است. خطا همچه خاکسار این ذلیل نگیر. باز میگه در دیگر شخص دید میگه که بسیار شکسته بود. میگه اونا چی گفت؟ ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمرض. سرت بردار، گفت ای مرد، گفت اسلام بیمار نیست، گفت اسلام را بیمار در چشم مردم نشان نده، گفت سرت بردار. گفت یعنی با غیرت باش. یعنی ما و شما هم باید که چنین حکایه ها قطعی مثل که گویا یک ضربه در همه اسلام میزنیم، گویا که اسلام هم مثل یک افسانه نشان میتیم. همچنان هم میگن که گویا که برق ولی وقتی که مست شده است با همون عصاش در عرش الهی زده باشد. اینا دروغ هستند. اینا را باور کردن در کار نیست. این کتابچه هایی که برآمده است اینا نه آیت نه حدیث ناخه. در یگان کتاب معتبر آمدگی نیست که مثال حضرت برق در عرش پروردگار با تیاقی خود زده باشد و گفته باشد که خداوند یعنی چی پیشنهاد کرده است، یک دوزخ گویا که نابود کرده باشد. اینا افسانه هستند. اینا را باور کردن در کار نیست. اینا مثل همونا هست. یعنی هیچ وقت عمر خیام بسیار فیلسوف کلام بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند و عرق نوش نبودند. برای چی عرق نوش نبودند؟ زیرا حضرت حافظ بینین در مصرع شعریش میگه المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. اون می که میگوید ما در مصرع های شعری ذکر میکنیم، حضرت حافظ میگوید اون می میگد اون می
مجازی نیست. از وی همه مستی و غرور است و تکبر. این می مجازیه که این می که مردم در دکانها میفروشن و مینوشن، اینا میگه از اینا فقط غرور تکبریه، مثال و خاری و ذلت است و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که ما میگوییم در مصرع‌های شعری، همه این عاجزی را نشان میدهد، همه این یک سرخمی ما نشان میدهد. این می ما اون می نیست میگوید. از این خاطر اون می که عمر خیام هم ذکر کرده است، اون می همش عشق خداوندی هست، همه او عشق اسلام است، نه این می اساسی که مثال امروز مردم آیا می نوشن. السلام علیکم استاد عزیز. اگر در پهلویت زنت یا خواهرت یا ینگت نماز خواند، نماز فاسد می شود یا نه؟ این اگر در خانه شما نماز میخونین، یکی مادر در پهلوت نماز میخواند، زن در پهلوت نماز میخواند، ینگت در پهلوت نماز میخواند، خارزاد در پهلوت نماز میخواند، اینا در 4 شرط است. یکم شرط چی است؟ یکم نماز هر دو شما یک نماز باشد. مثال اگر هر دو نماز پیشین میخونین، اون کس در تو اقتدا کردگی باشد. یکم شرطش در پهلوی تو میسد، در تو اقتدا میکند، تو امام میشوی و وای مقتدی. دوم، نماز رکوع سجود دار باشد، یعنی نماز جنازه نباشد، نمازهایی که رکوع سجده دارند، مثل نماز پیشین. سیوم، زن اهل شهوت باشد، یعنی زن پیرانسال نباشد، زن جوان باشد. چهارم شرط این که بین تو و بین زن یگان حائل نباشد، یعنی یگان چیز ستره نباشد. این صورت اگر در پهلوی تو ایستاده نماز خواند، نماز تو فاسد میکند. اگر مثال زنی تو هست، خواهری تو هست، در پهلوی تو میستاده، با تو اقتدا میکند، لیکن برابری تو میستاد در یک نمازین. دوم این که همون زن جوان است. سوم که نماز رکوعدار است. چهارم که بین تو و بین او یگان پرده نیست. این حالت اگر در پهلوی تو نماز خواند، نماز فاسد میکند. لیکن اگر وای جدا نیت کند، تو جدا نیت کنی، اینجا در نماز شما فاسد نمیشد، اگرچه در پهلوی شما هم که ایستاد. فهمیدین شرط مسئله؟ السلام علیکم داملای عزیز، من خواهر اسلامی شما هستم. سوالی دارم داملای عزیز. ینگه دارم، دادرم که شوهر اوست او را دشنام زیاد میدهد و او در مسجد شما نماز میخواند. در این موضوع چیزی میگفتی؟ یعنی این برادری که عائله خودش دشنام میداده است، یعنی البته ما در این بابها صحبت داشتیم و باز میگم که البته یک حق زنها بالای مردها این است که ولا تقبح، گفتن پیغمبر، شما زنها را دشنام ندهید، یعنی دشنام های قبیح نکنید، با زنها مثال با معامله خوب زندگی کنید. لیکن از همه امو زنها خواهش میکنم که مردها را تا همون حد نیارن که مثال همون مردها اونها را دشنام دهند. بسیارتر عیب زنها میشود، یعنی چنان معامله میکنن، چنان رفتار میکنن که همون عصب مرد ویران میشود. در حال وای دیگر کار اولش چی است؟ همون دشنام دادن است. اول از خواهرای عزیز التماس میکنم که مثال دائم کار کنن که اونها مهربان باشند، یعنی دائم در هر حالت مرد چیکار کنن؟ مثال دستگیری کنن، با مرد مثال مهربانانه رفتار کنن، انشاءالله اونها یگان دشنام نمیشنوند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. ممکن است که برای مرد چله و زیره نقرگین، التماس جواب پر ردید. یعنی زیره نقرگین جایز نیست، لیکن اگر چله نقره باشد جایز است. کدام مردی که اگر میخواهد که چله اندازد، فقط چله نقره، دیگر غیر چله نقره، دیگر چله ها را برای خود چی آهن باشد، چی میز باشد، چی طلا باشد، اینها را اختیار نکنید. از همه بهتر همین است که ترک چله کنید. در همون مسئله ها میگد که اگر ضرورت نباشد چله نه اندازد مردها. یک اگر چی قدر محبت داشته باشد میلش چله نقرگین اندازن، اینش سنت است. لیکن اگر ضرورت نباشد باقی ندارد، دیگر حاجت هم نیست که شما مثال همون چله استفاده کنید. وقتم تمام شد.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. ممکن است که در سر منزل سنگ با صورت مانند. التماس جواب پر را بگویید. نه عن ان یکتب علی القبر شیء. یعنی در سر قبرها سنگ با صورت ماندن یا سنگی که اگر در او چیز نویسانده باشد، اینها را پیغمبر نهی کردند که در سر قبرها شما سنگهای صورتدار و سنگهایی که مثال در اون مصرعهای شعری و دیگر تولد و دیگر نویسانده هستین، اونها را پیغمبر یعنی نویساندن در سنگها را منع کردگی هستند در حدیث ها. از این خاطر همون سنگی که میبرین میمانین میلش همون را گذاریم برای یک نشانه در بالای همون قبر مثال پدرت مادرت بگذار ایستاد. لیکن دیگر باید مثال نقش نگار کردن و اطرافی او را مثال دیوال کردن دیگر، اینهاش رخصت نیست در اسلام. همه اینا اسراف میشوند. بسیار خوب میشود در همون نزد درخت مثال هم پدرت مادرت یک درخت بشینان، یک درخت شینان امرا آب ته مثال همون سبز شود، دعای مثال هم ذکرگو می شود، هم یک یاردمچی برای همون قبر پدر مادر شما می شود. این بهتر است از این قدر مثال عمارت هایی که در بالای قبر ها میکنید. امروز باز این حکومت خودش به ذمه گرفته است مثال آبادی قبرستان ها را همون خودشان میکنن، آینده آیسته آیسته درخت هم میکنن، راه هم میکنن، البته آباد میشن. حاجت دیگر به همین سنگ های نویساندن و صورت کردن ما و شما نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا یک برادر از ما خواهش کردن که سفری و دولت روسیه داشته است و در حقش دعا کنیم که خدای مهربان سفر شد.